سرجعبه مانندش و تنها چشم نارنجی رنگش را به دقت و با تعجب نگاه می‌کردند. آدم آهنی سر و بازوانش چیزی را دوست داری و از چه چیزی اصلا خوشت نمی‌آید؟ از همه بیشتر روغن را دوست دارم و از بستنی و مربای زردآلو برم می‌آید. مردم پس از اسب پاسخ می‌خندیدند و به فهرست سؤال‌ها خیره می‌شدند تا سؤال بعدی را از آدم آهنی بپرسند. شما برای انجام دادن چه کاری درست شده‌اید؟ من شبی در محفلی با آه و سوزی شنیدستم که مرد پاره دوزی چنین میگفت با پیر عجوزی گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم گرفتم آن گل و کردم خمیری نرم و نیکو چون حریری معطر بود و خوب و دلپذیری بدو گفتم که مشکی یا حبیبی. التأمین رو رابط ترجمه کنید. الان فعل قطعه به معنی برید. قطعنه چه صیغه‌ایه؟ جمع مؤنث غایب. با من تکرار کنید. جمع مؤنث غایب. چه علامتی داره؟ این نون آخر علامتشه. پس اگه بخوایم قطعنه رو ترجمهش کنیم میگیم بریدند. جمع مؤنث غایب. فعل بعدی ضربه به معنی زد. ضربته با این علامت تایی که داره مفرد مذکر مخاطب. وقتی میگیم مفرد مذکر مخاطب یعنی داریم خطاب میکنیم. من میگم انت ضربته یعنی تو زدی. ترجمه ببینید چقدر فرق کرد. فعل بعدی موضوع بحث امروزمون همونطور که رو تخته مشاهده میکنید آشنایی با سلول هست. سلولای گیاهی و سلولای جانوری رو هم میخوایم مشاهده کنیم در زیر میکروسکوپ با ساختمان اونها آشنا بشیم و هم به بعضی از تفاوت‌های اونها پی ببریم. در همه سلول ها همونطور که تو سالهای قبلا خوندید و در درس‌های گذشته باش آشنا شدید سه بخش اصلی به نام غشای پلاسمایی، سیتوپلاسم و هسته وجود داره. تو این شکل این قسمت که با رنگ آبی مشاهده می‌کنید میشه غشای پلاسمایی. به این ترتیب تا برآمدن اسلام همواره فارس به مطرح‌ترین استان ایران تبدیل شد و از همین روی است که فارس را میتوان به حق غنی‌ترین موزه یادگارهای ایران باستان نامید. شاهنشاهان هخامنشی نیز از این اعتبار آگاه بودند و از ایران برای تأکید احترام از کجا میتونم بازشناسم که مثلا این شکلی بوده؟ باریکلا. خوب سوالی کرد. شما آقای شایان جان جواب بگو. اونا از بقایای این ساختمونا اونا رو که به هم میپیوندن و خب یک سری اپلیکیشن ها میتونن سه‌بعدی یا همون فیلم اون بقایای اون ساختمون رو به حالت انیمیشن در بیارن. بچه ببینید جواب آقای آقازاده اینه که تمام عمارت‌ها و بناهایی که در این دوران تا به امروز مونده جنسشون از سنگ بوده. اجناس در یا ابنیه و آثاری که از سنگ هرچی بوده تا به حال باقی مونده. نمیدونم قسمت از پرده تخت جمشید رنگش قرمز بوده، سبز بوده، آبی بوده یا هر رنگی بر اساس حدس و گمانی که میزنن چون نادیگه تخت جمشید درست بوده بشکار رنگش قرمز. آیا تابهان مسئول نگاه کنید بچه ها این صفحه 85 توی درس قبل کلا با زیراندازها و اینکه بشر از ابتدا
از چه زیراندازهایی استفاده میکرد آشنا شدیم. گفتیم بشر اولیه زیراندازهایی که استفاده میکرد بیشتر از الیاف گیاها، برگ درختان، حصیر، پوست حیوانات اینها بود. با زیراندازه سنتی مثل گلیم و قالی آشنا شدیم. این جلسه میخوایم با نوع و روش بافت گلیم آشنا شدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث علوم که مربوط به بحث زیست شناسی و فصل‌های زیست شناسی است. در فصل قبل در ارتباط با سلول ها، قسمت‌های مختلف سلول، همچنین در ارتباط با کارایی سلول، تفاوت بین سلول‌های گیاهی و جانوری مشخص شد. همچنین تفاوت بین سلول‌هایی که بعضی از جانداران اونها که تک سلولی و پرسلولی هستند. اما امروز میخوایم ببینیم که با توجه به کار سلول که گفته شد، ببینیم که غذایی که ما میخوریم در این شکل شما شکل دهان رو ببینید که اجزای داخلیش رو نشون داده و اینجا که عکس مری هست که به معده میرسه و بعدش به روده میرسه. مکعب مستطیل 5 4 3 بله. و شکل کامل دیگه‌ای که داریم اگر قاعدهش به شکل دایره باشه به میگیم چی؟ استوانه. ساختن جسمی را نشان می‌دهند. هرم نامیده می‌شود. شکل‌های ناقص، شکل‌هایی که خصوصیتش اینه که یه قاعده چند ضلعی داره، مثل قاعده چی؟ مثلث، یا قاعده چی؟ ولی یه قاعده داره، نوکش تیز اصطلاح خودمون، یا قاعدهش به شکل مربع است ولی نوک تیز هست. و ارتفاع آن یکی از یارهای مکعب می‌دانید که حجم مکعب برابر است با مساحت یک پرچم ضرب در طول یار. شما نشون میتونید بدید بچه‌ها؟ این مکعب مربعه. حجم یک هر یک از اینا 1/3 کل مکعب. خب شما اول برشش رو نشون بچه‌ها بده. این شکل ببخشید من کمک کنم به دوست. این یه مکعب مربع کامل بوده، از 3 طرف برش خورده شده. می‌بینید؟ طرز ساخت آزمون‌های خیلی ساده کوچولو با فلش هست. شما یه چند تا نمونه سوال درست می‌کنید، بعد پاسخ درست رو که جواب میده
میره صفحه بعدی مثلا یا بهش آفرین میده یا درست است میگه یا فلان، یا اگه روی پاسخ غلط کلیک کنه خب میگه اشتباه و غلط اونها. یا گیم ها، بازی های کوچولو که فرض کن میگی آقا پایتخت این کشور کجاست، 4 تا اسم زیرش مینویسی، اگه رو درست کلیک کنه میره روی صفحه تیک میخوره، اگه اشتباه کلیک کنه خب میگه اشتباه. قبل از این کار ما میایم ایمپورت میکنیم طبق معمول عکسامون رو توی لایبرری. عکس‌ها رو از قبل من آماده کردم، این 4 تاست. خب عکس اولمون مثلا این نمونه یه سوال حالا انجام بشه. Is your aunt here? Is your aunt here? Yes, she's over there. Yes, she's over there. Which one is she? Which one is she? She is the old woman. She is the old woman. پنالتی اول، پنالتی دوم. پنالتی اولمون از 6 متری و پنالتی دوم از خطای ششم. پنالتی از کجا زده میشه؟ مسافت 10 متری. خب بیا خاصه صدا نکن، یواش برو. باریکلا پاس برو، استوب پاس، باریکلا دوباره میری پا عقب، دوباره ببین پاس، آفرین پاس بیسینه بتونه یه خودی جلو باید آقای مشهدی فردا مربع کوچیک رو در نظر بگیرید، باید اون قسمت توپتون بخوره تا وارد سبد بشید. دور جلو برو جلو سلیمان. آها دست بالا 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 بالا. نه 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 آها اینجا بعد بزن. حالا باریکلا بعدی برو توپتو بردار. ارتفاع این طولمون 15 سانتی متره. طول توپ 180 و حدوداً 3 تا 5 سانتی متر. دوباره عجله نکنید، بخوره زمین. بخوره زمین بخوره زمین یه بازی خوب ارائه بدیم بچه‌ها. نمیخوام امتیاز بگیریم. ببینید آفرین درست.